روز دیگه یه روز آپارتمان یعنی خونه روبلاکس. به این ویدیو جدیدمون نوایسا واقعا داره گرسنه میشه. بذار اول برم یه چیزی بخورم. آها از دیروز این چیز اسمش چی بود؟ آها سیبه رو نگه داشته بودن. این بذار بخورم. دلم خوب نیست، فکر کنم باید برندش. نه بجو باید برندش. الان بهتر. و بریم ویدیو رو شروع کنیم. بعد از این سلام بچه ها، من این ویدیو دیگه مسیح هستم. امیدوارم ویدیو دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب کنید. یادتون نره برید سراغ ویدیو. خب بچه ها، یکی بهمون زنگ زده، میخوایم بریم جوابش بدیم. با کسی نمیدونه من واقعا توی کامپیوتر کار نمیکنم. اینجا چی کار میکنه این جوه؟ من که چیزی بسرش ندارم. بذار ببینیم چیه. خب باید باز کنی. چی میگه ورتیه، همه چی رو میدوره. خب اون خوبه. چجوری اسممو میدونی؟ ایفن اسمم بابا، چجوری میدونه؟ خب من چیکار میکنم امروز اگه همه چی رو میدونی؟ چجوری میدونه میخوام برم توی سوپرمارکت؟ خب بیا با هم بریم سوپرمارکت. پس بیا بریم. ازشم بعدم بپرسن چی میخواد بخوره بخریم براش. عاشق چیه؟ بیا بیرون بابا، چی کار میکنی؟ بیا بیرون. خب بریم ماشین. Nice time supply of hunger. خب پس چی میخوری؟ من ورتی من دونات دوست دارم. خب دونات ها خوبه، پس بریم بگیریم. خب بالاخره آمدیم. بیا بریم دونات ورتی رو بگیریم و آره دیگه. خب بیا اینم دونات ورتیه که همین برداشتم و بریم به ماسل به دوست سیس پکیمون بدیم. خب امروز چیه؟ فقط این دونات ها؟ آره فقط اون دونات ها برای دوست جدیدم. خب اون خب من چی خوردم؟ یک و دو دونات بودش. خب هم بگو نایت که کسی که ازش خریدیم بگیم. خب ورتی میگه من گفتم آره جایی هستش که چیز بخوریم، یعنی برداریم. آره فقط برش. خب جایی هستش. خب میگه اون جایی که میخوایم ازش بخریم و بگیریم ولی اسکم میکنه. پس بیا این کارو کنیم. بیا ازش بدزدیم. خب بس بیا بریم اسکمش کنیم. بیا بریم مارکت. هیچی هم تو ندیدیم ما بگیم. خب اینو بده. نه باید برم همین الان خونه، همین الان. بودو گازو بزن. برو. خب سوپرمارکت.
خب بره تویش اونجا گذاشتم. نمیدونستم چیکار کنن دیگه. آره خودش میتونه زنده باشه دیگه. خب بیا بخوریم. Can you hear me ورتی میگه. بله میدونم. آره Do you trust ورتی میگه تو باورم اصلا نمیدونم اینو ولی میگه نه. خب میگه یه چیزی میخوای ببینی؟ آره دیگه آب. میگه من اینا رو این برم بکنم. نه خب چی آدم میخوره الکی ای اینو نمیخوام ببینم. چرا از خوابم در نمیام؟ اینو در بیار. اون عجیب ترین خوابی که تا توی عمرم دیدم. اون دیگه چه صداییه؟ مثلا صدای یه دونه کله سفیر چیزه. آهان بالاخره اومدی. تو مگه اونجا نبودی؟ مگه نبودی اونجا؟ خب پس بیا آنا اینجا شبه. خب بیا دیگه. خب من میرم بخوابم. بیا تو اگر میخوای. یی وقت خوابه. اون کجاست؟ و یه روز دیگه. چه روز خوبه دیگه. hello Verity. hello Mr. Verity. چی؟ یه چیزی میاد توی یه روز دیگه؟ آقا چی داره میاد؟ یه چیز بد. yes آره واقعا. من چیکار کنم پس؟ خب کاراتو بکن و اینجا رو سیف تر اینجا کن. اوکی اینجا پول میگیرم. خب کلوز بریم. اگه $5 دارم. 10 صبح بودو بعد 6. این دیگه چی؟ خب یا بریم ورک. باید کار کنیم. باید چیزی نیست برداریم بریم. سلام بچه. فقط بده فقط بودو دیگه. بودو الان میخوام یه چیزی بخورم. اینجا نخواه کار کنی؟ فقط اینجا رو باردار و بذار توی اونجا. هر یه دونه میذاره $8. دیده آدم ها چی کار میگن اون برا؟ اون آدم اون برا چی میگن؟ خب اونا چی میگن؟ میگه اینجا جای کوچولو همه یهویی ازش از بین رفتن. هیچ که نمیدونه جای رفتش واقعا. خب پس موقعی که فری هستی. آره خب وقت جا ببردشن. FBI رو بنا. هر چقدر دلار نیاز دارین توی جهانمون میخوایم.
نمیدونم موقعی که راه برم سنگین ترم. آره اینا همش اینجوریه. 2 ساعت دیگه وقت دارم، بعدش باید برم سوپر چی غذا اینا بخرم. نایس، بالاخره خوب تکون خوردم. خب فقط 1 ساعت دیگه وقت دارم. $53 هم دارم دیگه. همه مومنتوممو باید استفاده کنم. نه باید اینو بذارم تو. بریم سوپرمارکت. سوپر. خب سوپری اومدیم برای غذا. خب من دیروز دیدن داشتی میدویدی اینجا، یه آدم خیلی عجیب افتاد دنبال من. خب پس خب چه غذایی داری میای الان؟ اونو ول کن. چی؟ خب یه دونه از اینا. آره دیگه آره. خب بریم خونه. $49. خب من دیگه باید بخوابم. باید کامپیوتر رو چک کنم یه دیگه بچه ها. بابایی خونه. خونه خوب. یا کوچولو آب بخورم، جای دیگه نیست پس. خب سیب بخورم. نه تو بالا نه، سیب من نکشیدم. اوکی بریم بخوابیم. نه بیا بریم اینجا، بیا روشن کنیم. الان توی بازی دارم بازی میکنم. گیمز بازی دارم. نه بیا بریم شاپ. اوکی بیسمنت که نمیتونیم. چیه؟ خب اینجا ببینیم چی میگیری، چی داریم. خب این که بک پک. خب 100 اونو نیاز داریم. بک پکر نداریم. پول نداریم اصلا. شب دوم بیشتر داریم. خب این در رو زده محکم. گفلم باید بخرم بزودی. و بریم. اینجا چی کار میکنی؟ قدماش تو بند میکنی؟ یا باش حرف بزنیم. سلام شما هیچی نیست پیشتون؟ بله دوست دارم. خب نه من اونو ندیدم. اوکی خب من با همون کسی که میگه همونی که اینجا بودش ازش گرفتم، ازش غذا خریدم. پلیس دیگه موقعی که نه فقط ولشان دیگه، من حوصله خوندن بیش زیاد ندارم. خب بعد سپیر میشناسی جا. بریم خونه. من داریم ورک کنیم. برا سوپرمارکت I mean work.
Okay guys, let's do this. اینجا که هیچی نیست امروز. خب امروز بریم پول بگیریم. هرچی که پولی که بچه بگیرم. فقط 2 روز مونده. اوکی. خب بیا بریم توی کار. خب I need 2 event. باید 2 تا اینونتوری اسپیس نیاز داشته باشه. اوکی. بیا غذا بخوریم. تازه گرسنه‌ام هست. اوکی. بچه ها میپرسین از کجا وجود اومدم. من از بابای اکبر بابا کاکا. نه واقعا من نمیدونم چی میگم. نه نمیدونم چرا اینقدر سخته. فقط جوست اینا. امروز تازه از تولد خونگیمون را تموم شده. داریم میریم پیپی کنیم روی زمین. نه باید از بدویم ما 6-7 پولمون بود. بچه دیدین بچه اگه گیس بشنین از پسر خالم بودشون دوست داد توی فیلم باشه پس لطفا توی کامنت ها اسمشون ننویسین. شاید توی یوتیوب بیاد ببینه. واقعا بنویسین دیگه از یوتیوبر بنت میکنم. به هوا شب $83 درست کردم. خب برین خونه دیگه. زیان نیست دیگه. 2 روز مونده. خب 2 روز مونده. تو از هیچ جا تکون نخوردی. آن شدی. ببینین چی خب 100 باید رو گفت کنیم. و یه بک پک هم ماره $45. ای بابا حداقل. خب من دیگه بخوابم. لتنا اسمش لتناست. لتنا تو فکر میکنی داره به و بخوابیم. نه احمد مسلم احمد مسلم غذا میخوریم در حال دویدن. غذا میخریم بریم کار کنیم برای جیشمون. احمد مسلم احمد مسلم احمد مسلم امروز آخر روز بعد از روزی که هممون وایسادیم براش. واقعا باید غذا پر بشه باشه. آخرین روز بیان ایونتوریم پر از غذا باشه. میگن آخرین چیزی که برمیدارم به نظرم همین شیشه ها لول 2. چون که به نظر من قرار قوی باشه. قوی باید اول 70 تا بگیریم. 11 یا به زودی میتونیم. آره خیلی خوب میتونیم. حالا $100 میگیریم. 51 فعلا. شاید 130 بگیریم. کسی نمیتونه.
خب 12. بیو 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 بیو. چرا باکسیم؟ پسرم بله مامان بزرگی خوش. به یه بغل بده خداحافظی کنم. همینجا بغل خاله میلی شب بخواب باشه. باشه. مراقب خودت باش، به خدا میسپارمت پسرم. انگشتتو نخوری یا انگشت داریار دهنت نذاری یا. اوکی من مامان بزرگتم عاشقتم، نمیخوام تو مریض بشی قربونت. باشه مراقب خودت باش، نفسم. باشه مامانه. پسرم برای شب. خب آجا نمیبریم خونمون. نه بابا بزرگ اکبریم. پس بدم میام میبرم. یه بوس بریم بده. بغلم بیا. بغلم گفتن شاید حسابی حس خستگیم در بیاد. اون بر موند. بیا اینجا. اون بر. بیا. بیا بگین شوی. پسر گلم امشبم پیش خاله مرنوش بمون. فردا پیش خاله مرنوش بمون. اون وقت شبش آره بیام ببرم 2 روزم پیش ایرباد بمون دیگه. ناراحت میشه. الان میگه آریو همش میره پیش آریو، بعد پیش من نمیاد. سویلا جونم عاشقته، میگه آریو رو بیار خونم. باشه نشه. من رفتم، خداحافظ. امروز امروز روز فردا روزی که قراره ببینیم چی میشه. روزی که هممون وایساده بودیم براش. و بریم بخوابیم. امروز شب تا شب کار داریم. بودو نه هرچی داریم ما باید بزنیم. همون 6 میریم خونه، ربطی نداره چیزی بشه.
وایسا همین الانجا وایسا. چرا موقعی که میزنیم اینجا میذاریم کجاست؟ به نام خدا کجا میره؟ میره توی بهشت؟ چرا موقعی که اینا رو میدیم از بین میرم، ولی موقعی که ولی موقعی که این پایینا رو میدیم از بین نمیرن. یعنی نگاه کن همون جا سر جاشون دوباره میجوشن. یعنی عجیبه. یک ساعت مونده به 5 میریم غذا رو برمیداریم میریم خونه، در رو گفت کنیم میریم طبقه آخر همه چو میخریم بم بوم. 2 ساعت مونده به جایی که در برسیم. سنسورش کنیم میبینیم موقعی که قراره بریم. یک ساعت مونده به موقعی که هممون وایساد. فکر کنم هر یک فیلم بازی 1 ساعته. بچه 4 PM اگه نمیدونه اینجا بریم بالا، من دست چپیم پس دیگم برین راست. 5 شبه رشتون مرم اونجا و میرم مارکت پلیس. هرکی اون هستش به من ربطی نداره. بریم بالا. سنسورا میگن موقعی که اومد خب 129 الار اومد. اومدش. اومد. کنم اومد. بله خب خدافظی بهش کرده. میخوابیم و تمام. اومد. همینجا وایسا و اگر اومد میدویم. تا همینجا وای میستی باشه. همه اینا که میشنویم بیا خالمه. قلبم خدافظ. عاشقتم. درم باز شد. خب اون دیگه چه کوفتیه؟ عشقم
بله خدافظ خدافظ. خدا به چشم اینجا. خدا. خب برو. یه نگاه می‌کنی نگاه می‌کن. آقا خدا. ایسا کجاست جاشون؟ فقط میتونست اون چیزه باشه که اون کارو رو کرد. بدو نور رو روشن کن برو دنبال. باید یه جایی باشه. یا امام زمان داره خونمو میشکنه بابا. چته؟ و آهان یه دونه پیدا از 4 گرسنمه. گرسنمه. کجا؟ آی آریا خونه رو خالی شد بالاخره. آریا دارم ویدیو میگیرم. نه چیه نه